من یک چند نمونه به خدمت عزیزایم عرض میکنم از طفولیت که ما بیرون شدیم، راه گردک شدیم. طفل است خواه دست دراز میکنه، یک چیزی که پیش روش به میگیره، چپه میکنه، راسته میکنه، نمیفهمه، گرم نمیگه، یخ نمیگه، کار نمیگه، قیچی نمیگه، قاشق، اینا کلش پیش روش یک چیزای غیر مضر است، نمیفهمه ضرر و آسیبه، دست میزنه. بعضی وقت پایکش یک چیز میخوره، دستکش یک چیز میخوره، یک چیز چپه میشه، چاینک چپه کرد، او خودش دلکش به حساب خود ما بگیم دلش میکفه که چپه شد، ولی مادرش یا یک کلان دو خانه پدرش چنان پس گردنی ده فرق ازی میزنه که کور استی ندیدی، چپه کردی چاینک، عقلت کجا رفت، چشمت کجا رفت؟ ای از برای خدا بنده خدا، این طفل است، قصدا نکرده او کاره، طفل است. خدا کش نارام شده وقتی او چپه شده، او فطرتش داخلش هست یک چیزی که یک کار خراب شد، حالا داودش نام میشنوه، او نخواسته او کار بکنه، او کار شد. حالا با زدن تو آیا او چاینک دوباره پر میشه؟ او فرشی که البته تر شد یا کثیف شد او پاک میشه با زدن تو؟ بعضی وقت شده که باقی ماندی و آب گرم در سر طفل چپه کردن، طفلک 3 ساله، طفلک 2 ساله، جل و بلکش برآمد. او سالم تو چطور از دلت آمد که یک طفل معصومه؟ فرق تو و فرق بشار چی هست؟ او طفلک های معصومه که گاز کیمیایی زد و یا میارن میکشه یا بندی میکنه یا شکنجه، خود تو داخل خانه توتی جگر خودت ای کار کردی. چرا خم دل هست؟ چی سنگ نیست، دل نیست، سنگ است. آله به دادی طفل خدا برسه، سیاه و کبوتش کردن، زدنش تکه شده طفل، مثل که مجاهد دست دشمنش بفته رنگارنگ شکنجه میکننش، این طفلک در اون خانه شکنجه میشه تا چقدر آلو گریه کنه خفکش میکنه، گریه نکن تو باز گریه آنم میکنی، او گریه خود قرط میکنه، او در داخلش جوش میکنه. پدر مادر، شما پدر مادر هستی، تو برادر کلان هستی، خوار کلان هستی، تو هم تو کدی یک طفلک ریزه هیچ متوجه نیستید چی میکنی.